مادرم حرفی بزن که تشنه لالاییم، من که جان میدم برایت همدم تنهاییم. من همیشه کودکم آغوش تو جای من است، من اگر خوبم دایت پشت دنیای من است. بوسه بر دستان گرمت میزنم شاه دلم، با حضورت خانه روشن میشود ماه دلم. هرچه میخواهد دلم پیش تو پیدا میشود، این همه خوبی چجوری در دلت جا میشود. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم، دلیل زنده بودنم. مادرم سنگ زی تو دارم برای تو دلم گم میزند مادر، برای هر صدای تو دلم گم میزند مادر. السلام علیکم مخلصان بیننده های عزیزی ما. امروز جماعت تبریکاتی شهران در دهه میرانقول حاضر هستیم و البته همراهی آینه نیروگین با شما سلام برسانیم. امروز ما برای تبریک کردن به خانواده احرار بابا آمدیم. آنها جان عزیز خاندان گلبهار آنها را در جشن زادروزشان تبریک میگوییم و این لحظه های خورسندی را همراه شمایان به هم ببینیم. با ما باشید، با شبکه شهران با آغاز میکنیم. رفتیم. مهمانان خانواده پدر عزیزی خاندان، مهمانان خانواده احرار بابا و گلبهار آنها، همه شمایان را به جشن زادروزی گلبهار آنها خوش آمدیدتان میگوییم. برای گلبهار آنها و احرار بابا حتی خرسک بزنید و نظام تکلیف میکنید. مرحبا مرحبا. گلبهار آنها مرحبا. احرار بابا همینجا می مرحبا. احرار بابا را تکلیف میکنید. نازده شما من با دعایت روشنی بخشو چراغی منزلم، مادر پرستاری بینم ای روشنی بخشو چراغی منزلم. آقای سمی السلام علیکم. در قلبی منی این آرزو. احرار بابا السلام علیکم. امروز بایرام رو، روز خورسندی رو با خانواده‌تان مبارکباد میگویم. امروز جشن زادروزی آقای عزیز، مادری عزیز و غمخوار فرزندان، مادری مهربان که چند سال شد تو اشتغال تا بحرارم هم؟ چند سال شد تو اشتغال؟ 56 سال. قریب 60 سال باز یک جای زندگی میکنه. نه امروز الهمین صاحبی آیلتان زادروز دارن، با زادروزشان تبریک میگویم. گلبهارانم یک تا یاد کنیم ما اندامی کی آمده شما تبریک کنیم؟ اندامی بچه ها خیلی نمانود اما خیلی گفتن باید ها؟ شما باید اندامی احرار بابا شما تبریک میکنیم. برگشت میگوین احرار بابا خدا با شکر که الان خیلی آیله را برپا کردیم و صاحب یک چند فرزند، یک چند نبیره و ابیره شدم. اگر چرخی فلک گشته چرخ زند و بیاید احرار بابا همه خاله جانت هندوستان با من امریکا با تولد شوم کافته میروم از هندوستان یافته آیله‌دار میشوم. چون گفتم و صاحب این خیلی فرزندها شدم. در این خصوص لایق بزرگ گفته است اگر یابم جوانی دوباره
تو را تنها تو را می خواهم و بس. به هر قیمت به هر قسمت که باشد تو را هرگیز نخواهم داد بر کس. بگذار من خیلی مانند امروزه دمی پیری و دولت پیری برای شمایان نصیب کنند. همیشه صحت سلامت سایبان سری فرزندان شده گرده. زادروز مبارک، روز خرسندی رو مبارکباد میگویم. احرار بابا کلی چند سالها راننده شده، برای همین میرانکل عظیم خدمت‌های شایسته و شایان کردند. فرزندها را با مهنت حلال به عالی رساندند که من امروز حضور و حلاوت فرزندان را دیده ایستادم. مادر عزیز باشد همان مهنت حلال پدر را سرجم کرده، صاحب بخت کردن فرزندان را، صاحب عائله کردند. هزار رحمت میگویم گلبهارانه زادروز مبارک، مانند گلی بهار شکوفان باشد. دم پیری و همراهی احرارآمد یک جای به زیارت کعبةالله نصیب کند و در این سن و سال مبارک حاجیانا و حاجی بابا شده آمده. بر دایره میرانکل باز مصرف حاجی ها زیاده شدنتان را از خداوند کریم آرزومنده. بگذار همیشه صحتمند باشد. امروز از نام فرزندان از نام نبیره ها شما را تبریک میگویم. میگویند زمین و آسمان من توی مادر، توی مادر. زمین و آسمانی من توی مادر، توی مادر. جهانی بیکرانی من توی مادر، توی مادر. در این دنیا که بیرحمی و بیمهری است بنیادش، یگانه مهربانی من توی مادر، توی مادر. گرم شاعر نمی زادی کجا من شعر می گفتم، غزلهای روانی من توی مادر، توی مادر. سرود اولین من، سرود آخرین من، سرود جاویدانی من توی مادر، توی مادر. زادروزتان مبارک، روز تولد را مبارکباد میگویم. میگویند در زیر قدم‌های مادر بهشت است و جنت است. در زیر همین قدم‌های مادر گل ریحان می‌سبزد. ما باشد گلدسته زیبا را از نام نبیره‌ها پیشکش قدم مادران می‌کنیم. مرحمت پیش پایش را می‌گذاریم. مبارک باشد. زادروز مبارک. البته برای پدر مادر، برای آنجان و بابا جان از نام نبیره ها پرتریتی کلانترین داریم. بگذار پیشگی خاندانشان آویزان باشد و همیشه هر بار دیگر دعاهای نیک دادن نصیب کنند. مرحبا. مبارک باشد. احرار بابا اکنون از همه پیش یک دعا میکنیم نبیره ها رو، بعد از آن گلبهارانه تبریک میکنیم. مرحبا. همت کلون هم میاکوت اینویم سربسته سرچچقه سندی سوری محاضرگه هم میاکوت نه وضوی نیک مجو بیاره. رحمت. اکنون گلبهارانه تبریک میکنیم. کیا؟ گلبهارانه؟ نشنام سایی پیش مایا؟ گلبهارانه تا نیتوی نحس که شرکت تبریک کنیم کنیم. مرحبا. من چی افتاد دیگه وقتی کنم شکم نزدیم. روزای نغزدیدم رحمت گویدم اونجا. بله. رحمت اومدش. رحمت. همین تنی رحمت با هزار سخنهای نیک ایستاده است و البته کار تیار می برای شیرینی. همه حیرانی ما میشوند فقط کار دست خاطر میبراید. مرحبا. بیارید شیرینی را نزدیکتر. حاضر. مرحبا. حتی شما سب شوید کنید گلبهارانه احرارآمد مرحبا یک جای. حتی شما سب شوید کنید. مبارک باشد. زادروز مبارک. Своим городке. Городку. Аралова городку. Зодруз мубарак. Любви до каждого окружения.
مبارک باشد. سمی اکمالکا انگوشترین تیلا داریم. میخواهیم آن را سپارم. مرحمت. زادیز مبارک باشد. مبارک باشد. مبارک باشد. مرحبا فرزندان پدر مادر را آغوش کرده تبریک کردناتون ممکن است گذارتون پیششان بر. مرحبا. مادرم حرفی بزن که تشکیه لالاییم من که جان میدم برایت همدم تنهاییم من همیشه کودکم آغوش تو جای من است من اگر خوبم دایت پشت دنیای من است گرمت میزنم شای دلم با حضورت خانه روشن میشود ماه دلم هر چی میخواهد دلم میشه تو پیدا میشود این همه خوبی چجوری در دلم جا میشود مادر همه جان و تنم شوق نفس کشیدم به بوی تو قسم تویی دلیل زنده بودم مادر همه جان و تنم شوق نفس کشیدم به بوی تو قسم تویی دلیل زنده بودم دلیل زنده بودم مادرم سنگ صبور بیقراریای من همین بر زخمای دل زنهای من مادرم دور تو میگردم عبادت میکنم مادرم جای خودش عشقم سبایت میکنم مادرم جانم فدای چهره معصوم تو هرچه میخوایی میگویم به تو مادر همه جان و تنم شوق نفس کشیدم به بوی تو مبارک باشد. تویی دلیل زنده بودم مادر همه جان و تنم شوق نفس کشیدم سلام مادر سلام مادر برایت احترام مادر همه اون سختی ها بگذشت قدش بازم برا مادر توی تنها امیدی من توی راهی سفیدی من رسید وقتی دعا گویی دعایم کن دعا مادر رسید وقتی دعا رحمت. تشکر. دعایم کن دعا مادر سحر بعد نمازی بام دادم همین نبیره ها تبریک میکنه دوستان از سلمی. مرحمت. کدام دوستان سلم میکنم. نبیره ها مرحمت. شما یک قطار شده بیستیم هم با ما یک قطار تبریک میکنیم. السلام علیکم مهمانان عزیز خوش آمدید به درگاه اونم بابام اونم بابام سر دادران الهی همه وقت سر مودا صاف سلامت گردن خوشت کسی آن نمیده شد السلام علیکم مهمانان عزیز خوش آمدید به درگاه خانجان باباتونم خانجانم باباتونم خوشت پیش شده ای من خدا خواهد حاجانه حاج بابا شود مهمانای نامم خوش اومده همتون. نامم سعادت را مبام که خوشا پیر شده
بختی سفیداشون همه وقت هم خیلی خوشسندی که ایگذارن آنها با یک بار تبریک میکنم سعادت دوره بختی بچه هاتون ده ساق سلامت گرده السلام علیکم مهمانان عزیز خوش آمدید آنا جان ایلایم سعادت دوره در بختی نوروتون همه وقت ساق سلامت بگم که خوش پیر شوید السلام علیکم مهمانان عزیز خوش آمدید به درگاه آنجان و بابا من امروز زادروزی آنا جانم شده ایستاده است من به آنها عمری دراز رزق فراز می‌طلبم همه وقت صحت سلامت باشند و در سر ما فرزندان سر بلند باشند رحمت حاضر من لبیره و ابیره های هم هستن ابیره ها کدام هاشون تبریک میکنن ابیره های هم هستن مایده هاشون بیا بیا ارزش مادر نشد سی موزه رو برکشیدم خدمت مادر نشد کبول صدره مبارک باشن فرزندان تبریک میکنم می؟ شنکه بید نزدیکتر سخندان شما مبارک اومد بید نزدیکتر مرحبا من بیروز زودروز مادرم پدرم پیل بداغلق شوند سعادت دارم دسر نیواراشون دسر فرزندشون سعادت دارم این روزی گندوش منم خیلی شد ایلایم همون دارم کنم پیل بداغلق شوند خیلی روزی نغزه بینم رحمت سلامت باشن تشکر مرحبا خوش اومده همه اکتون نوری دیده تاجی سا الان بیجان سعادت دارم بعد از جان فقر شما خرید کنه باهایم همه روزه خود هم خواهده شما خوش اومده همه اکتون رحمت سلامت باشن کلید فردی خاندان مرحبا السلام علیکم مهمانکای عزیز خوش اومدتون هم یکتون رحمت بیمولار ایلایم سعادت دوره با همراه ملامک در بالای همین 5 کلینا ساق سلامت کرده خوش اومده هم یکتون رحمت تشکر البته گلبهارانه آنجان مهربان مادر مهربان و گنرال قینانه هم بودن همیشه صحت سلامت باشید حاضر باشد نبات را کنم برعکس میدهیم یک جوی نبیره ها فرزندان کیرین ها خوش و تبار میرقصه گلبهارانه با راهبری شما با راهبری احرار بابا یک جای فرصتی کرده امروزه زادروز رو با یک درجه اعلا میگذارانیم مرحمت سرود ها منطقی طلبی مادران مرحمت Balam
باشون نگیر خان سر
اینک بیننده های عزیز، امروز ما در دهه میرانکول در کوهستانی شهر سمرقند مهمان شدیم. در خانواده پدر عزیز خاندان احرار بابا، مادر مهربان گلبهارانه را در جشن زادروزشان تبریک کردیم. از نام فرزندان، نبیره ها، از نام تمام اهل عائله‌شان و این لحظه های خرسندی تاریخی را همراه شما عزیزان به هم دیدیم. با ما باشید، با شبکه شهنان خود را احتیاط کنید. سلامت باشید، روزای ناز ببینیم. برکت، سلامت باشید. معنیش خیر.